با کمبارش آمدن فصل زمستان کشاورزان شهر ترسونزاده نیز زمین‌های کشیده و باخور و یخاب میمانند. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسونزاده همه روزه برای تعمیر و نگهبین و استفاده برای شبکه‌های آبیاری و انشاءات هیدروتکنیکی تازه نمودن نهرها و زهبر و زهکش‌ها در مجموع برای آبیاری نمودن زمین آبی خدمت می‌رساند. باید گفت که در حدود شهر 42 شبکه آبیاری با طول درازی 212 کیلومتر و 9 زهبر و زهکش‌های بین خوجگی با طول درازی 34.7 کیلومتر موجود است که زمین‌های خوجگی‌های خرد و میانه را با آب تامین می‌نماید. این سال همین بسیار همین سال وزمین آمد، باران کم شد. با همین سبب ما از ماه ینور من آبیاری کشت زراعت‌های کشاورزی سر نمودیم. گرافیک جدول نباتاری تشکیل نموده. از روی همین جدول نباتاری هر یک شبکه آبیاری آب داده. همین زمین‌های کشاورزی شهر ترسونزاده آبیاری شده ایستاده است. پایگاه آبکشی ناسوس‌ها همش از تعمیر قریب برآوردن، 90% تیار هستند. از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولات نوکی زهبر و زهکش‌ها تازه کرده شدند. کوشش می‌نمایند که یخاب‌مانی زمین‌های کشاورزی را خوب به راه مانند. از روی نقشه کار سر نمودیم، تازه و تعمیر نمودن شبکه آبیاری تا همین روز 28000 متر مکعب، طول درازش 11000 متر تشکیل میکند. زهبر و زهکش‌ها تا همین روز 14000 متر مکعب تشکیل میکند. بعد 5 عدد انشاءات هیدروتکنیکی از تعمیر برآورده شد. برای تامین آب کشاورزان یگان مشکلات نداریم. با کمبارش آمدن فصل زمستان امسال تمام کشاورزان شهر ترسونزاده برای گرفتن حاصل خوب ناامید نیستند. کوشش می‌نمایند سری وقت زمین‌های کیش و باخور و یخاب مانده نمی زمین را نگاه دارند و همیشه در امنیت آذوقه‌واری کشور سهمگذار باشند. گزارش خورشید علیمون فیروز میرزایف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر ترسونزاده.